قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و شنوندگان همیشگی ما، امیدوار هستم که خوب و صحت و سلامت باشید. امروز همراه شما درباره هدفمندی و جدی بودن در هدف خود و این چنین چه مصیبت های سر این نفران بی هدف می آیند صحبت میکنیم. و هر یکی ما و شما در زندگی دائمی وقتی میبینیم کسی از ما جلوتر است، کسی از ما بالاتر است، کسی از ما بهتر است، هوس میخوریم که کاش من هم مثل او بودم. و طبیعت انسانیت چنین آفریده شده است که خواه و ناخواه هر کسی که بالاتر از خود را دید، حالا در کدام ناحیه نباشد هم، یعنی خواه از جهت زیبایی باشد، خواه از جهت عقل و درایت باشد، خواه از جهت مالی باشد، در هر چیزی که یک نفر را پیشتر از خود یا جلوتر از خود دیدیم میگویم کاش هم من مثل او باشم و حسادت میخوریم یا گفتیم هوس میخوریم که من هم مثل او باشم. ولی برابر هوس کردن به یک نفر و آرزوی مثل او بودن در ما فراموش می شود مسئله این که این انسان برای رسیدن به این موفقیت، اگر موفقیت هایی که او با کوششش به دست آورده باشد، در این مسئله ما اگر غبطه خوردیم به چه مشکلی های روبرو شد و در رسیدن به هدف های خود از بحر چه آرزوهای خود نگذشته بود. برای همین وقتی یک نفر خیلی پیشرفته رو میبینیم و میگویم من هم مثل او میخواهم باشم، حتما باید از او بپرسیم یا در جریان آن باشیم که این انسان برای رسیدن به این نقطه چه مرحله های را عبور کرد و یک و یک باره معجزه نمی شود و یک انسان از خواب بیدار می شود یک عالم گشته است، یک انسان از خواب بیدار گشته است ثروتمند گشته است، یک انسان خیلی مشهور از خواب بیدار نمی شود. یعنی با این گونه معجزه ها یا گفتیم افسانه های خیالی نباید خود را خوش کرد که من هم همین گونه یک بار از خواب بیدار می شوم و این گونه موفق می شوم. ولی کلید اساسی در مسئله پیشرفت این هدف هست، یعنی و حتی نجات انسانیت هم در رسیدن به هدف و دانستن اون که با کدام هدف و دنیا آمدنش می باشد. و اگر ما به قرآن کریم نگاه کنیم، پروردگار به ما میگوید هدفی به دنیا آفریده شدن شما، هدفی در این دنیا زنده بودن شما، این عبادت پروردگارتان هست. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، آیت را تقریبا همه میدونند که مقصد از به دنیا آمدن شما فقط یک چند روز خوشگذرانیدن یا فقط غم و درد دنیا رو کشیدن یا اینکه همیشه از پای دنیا دویدن نه. شما در این دنیا یک مدت مهمان هستید و هدفی آفریدن من شما رو این است که شما عبادت کنید. و بعضی ها این آیت را میگیرند و میگویند پس ما باید همیشه در مسجد باشیم یا ببخشید مثل صوفی ها همیشه در سرمان سله باشد و در کنج خانه ها حلقه زنیم و فقط در ذکر باشیم و در با هم عبادت کردن باشیم، در حالی که عبادت کلمه هست که اسم جامع است، یعنی تمام عملهایی که الله آن را دوست می‌دارد این عبادت است. برای همین هرگز پیدا نمی‌کنی در ما مسلمان ها عالمی که گفت هدفی به دنیا آمدن من عبادت هست و تمام خود را در تمام ببخشید عمر خود را در عبادت گذرانید. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیت را از ما و شما بهتر می‌دانستند و تمام عمرشان پیامبر از پی اصلاح جامعه بودن، از پی بنا کردن
یک دولت و قدرت بودن، از پی فداکاری و امت و به مردم بودن. اگر هدف از این آیت فقط عبادت کردن سر جای نماز یا ذکر و قرآن می بود، پیامبر در همان حجره کوچک خود در نزد خدیجه از آنجا خارج نشده با عبادت و با نماز و با سجده حیات خود را می گذرانیدند. ولی برای ما شهادتگو از زندگی پیامبرمان که مقصد از عبادتی که الله میگوید برابری نماز و روزه و عبادت های بدنی باز عبادت های هست که ما برای اصلاح روی زمین، ما برای اصلاح جامعه کوشش در حرکت و کوشش کنیم. و وقتی ما گفتیم بیاید هدف اصلی ما این است، بعد از این باز هدف های دیگر هست. یعنی اگر ما گفتیم هدف اصلی این است، این خود کفایه است، ولی باز باید هر یک نفر وابسته به قدرت خود نگاه کرده، وابسته به فهم خود نگاه کرده هدف های دیگر رو هم داشته باشد. و حتما باید به اینجا ما نظر کنیم که انسان ها به هدف خود نگاه کرده در نزد مردم عزت دارند و شرف دارند. هرچی شما هدفتان بزرگتر است و برای رسیدن به آن کوشش میکنید، همان قدر شما عزیزتر هستید. و هرچی هدف شما کوچکتر است و ببخشید به جز روزی فردا دیگر هیچ چیز را دیده نمیتوانیم و به جز شخصیت خودمان را نشان دادن دیگر هدفی نداریم، ما هرگز عزیز شده نمیتوانیم. برای همین اینجا میتوانیم هدفها را تقسیم کرد. هدفهایی که خیلی والا هستند، هدفهایی که صاحبشان را به عزت و شرف و حتی به علیون و به بالاها برده میرسانند. و هدفهایی که هدف نیستن، نه هدف هستند اما خیلی کوچک هستند، آنقدر کوچک که شاید مثل هدف یک کودک 3 ساله و 4 ساله باشد که خیلی دوست می‌دارد همه به او توجه کنند. این گونه عقل بعضی انسان ها اینقدر محدود است که هدف آنها در دنیا فقط نشان دادن خود. در خانه زندگی کنم که همه به آن هوس کنند. من سوار ماشین باشم که همه خواهند مثل ماشین من ماشیندار باشند. من صاحب فرزندی شوم که همه بگویند که چقدر فرزندی با عقل دارد. یعنی فقط مقصد این است که دیگران به من هوس کنند، دیگران مثل من شده نتوانند، دیگران به من بخیلی کنند. انا این گونه خیلی یک هدفهای حقیرم هست. اما صاحبان هدفهای والا و یا نفرانی که در حقیقت آنها هدفهای جدی و بزرگ پیش خود میگذارند، هدف آنها فقط خود و خودنمایی نه. آنها برابری هدفی که خود را نجات میدهند، هدفهای دارند که اطرافیان را هم اصلاح میکنند و یا کمک آنها به جامعه و به اطرافیانشان میرسد. از اینجا میبینید که علما وقتی برای خود یک هدف را گذاشتن، در رسیدن به این هدف خود عمر خود را تمام کردند و در آخر از آن چیزی که از آنها برای ما ماند، عصرها، 100 ساله ها، بلکه 1000 ساله ها مردم از آن استفاده میکنند. برای همین نباید اگر هدف گذاریم، هم که درباره گذاشتن هدف کمی بعد صحبت میکنیم، هدف های ما حقیر باشد. و اینجا گفتیم ایده هستن هدفهای خیلی بالا دارن، ایده هستن هدفهایشان هم مثل عقلشان خیلی حقیر است. یعنی هدفهایی که ببخشید مسخره است که فقط هدفی تو این باشد که مردم یک بار واه گویان به تو نظر کنند. اما ایده بی هدف هم هستند و متاسفانه این گونه نفرانی که هدف ندارند زیادی آشفته حالند یا بیماری های روانی دارند یا در یک مرحله عمری خود هستند یا در یک حالت های هستند که خیلی به سختی از آن عبور میکنند و از این که دنیا با تمام مصیبت هایش آنها را احاطه کرده است، آنها حتی فراموش کردن هدف چیست، رسیدن به یک مقصد چیست، که انا حالت این نفرها خیلی و خیلی نگران کننده هست که باید در تمام حالت ها انسان هدف داشته باشد و در تمام حالت ها به خاطر رسیدن به هدف خود کوشا باشد. اکنون وقتی گفتیم
مویان می توانیم صاحب هدفهای بالا باشیم، می توانیم خیلی یک هدفهای کوچک داشته باشیم که از آن خودمان هم ضرر می بینیم. یعنی نفرانی که هدفهایشان ریاکاری هست، هدفهایشان زیبا پوشیدن و زیبا خوردن و زیبا زیستن است، می بینید که اگر زیبا نخوردن یا نپوشیدن یا خانه زیبایی را صاحب نشدن، دیگر یک و یک بار کلا خود را از دست می دهند، نمی توانند با مردم صحبت کنند، نمی توانند دیگر پیشروی کنند، برای آنکه خیلی حقیرانه برای خود هدف کشیده بودند و در وقت نرسیدن با آن هدف دیگر به خود باور میکنند که به هیچ هدف دیگر رسیدن نمیتوانند. اما آنهایی که خیلی هدفهای بالا دارند، اگر به هدف خود نرسیده از دنیا بروند هم میبینید که از آن پایانتر باشد هم هدف بزرگ دیگری داشتند که در راه به رسیدن به هدفهای بزرگ و آن هدفهایی که به نظر خودشان کوچکتر بود اما خیلی فایدهش به مردم میرسید و آن رسیده بودند. اکنون اینجا ما عزیزان فهمیدیم که انسان به هدف خود نگاه کرده سعادتمند می شود، صاحب عزت می شود، صاحب شرف می شود و این چونین کوشا و با غیرت می شود. و هر کسی را که شما دیده در زندگی خود هدف جدی دارد، می بینید که او آرام نشسته نمی تواند، همیشه در حرکت است، همیشه در دوادوی است. او مثل یک رود روان یا آب دریایی هست که حتما باید برود، هیچ طوفان، هیچ یک تلاطم نمی تواند پیش آن را بگیرد، او همیشه در حرکت است. برای همین می بینید که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم با هدف برگشت بر مکه و این چونین با هدف رسانیدن رساله خود از مکه خارج شدن، اگرچه در مدینه صاحب خانه شده بودند، الکی از سردار مدینه یا گفتیم الکی حکم و حکمداری در دستشان بود، اما تا دم مرگ یگان لحظه آرام نشده بودند، همیشه در حرکت آن بودند. از جهت دیگر بعضی از علما رو میبینید، بعضی ها میگن نه عمر کوتاه هست، من به هدف رسیده نمیتوانم، یعنی هدفی که من برای خود گذاشتم خیلی بالاتر از قدرت من است. ولی در اینجا میبینید که مثلا برای مثال اگر به زندگی بعضی علما نگاه کنیم، مثلا به زندگی امام احمد حنبل نگاه کنیم، کتاب خود مسند را در داخل زندان نوشته بودند، یعنی شروع کردن در داخل زندان نوشتن و دوام دادن بعد از آنجا خارج شدن. یعنی مقصد و هدفشان نوشتن یک مسند بزرگ، یک کتاب حدیث که تمامی تقریبا حدیث هایی که ایشان حفظ کرده بودند و از علما گرفته بودند آن را خواستند بنویسند و برای رسیدن به این هدف حتی زندان پیش راه ایشان را نگرفت. و اگر به زندگی امام مسلم نگاه کنیم، امام مسلم که صاحب صحیح مسلم هستند خیلی جوان از دنیا رفتند، تقریبا 56 ساله یا 55 ساله خطا نکنم، اما اگرچه بیمار بودند، عمر کوتاهی داشتند، مشکلی های دیگری بود، ولیکن کتابشان را نوشتند و کامل کردند و به ما رسانیدند. تمام علما را میبینید که در زندگی بیماری های جدی داشتند، تمام علما را میبینید که غریب بودند، یتیم بودند، بی پول بودند، بی کس بودند، دستگیری نبود، اما هدفی گذاشتند و به آن رسیدند. برای همین اینجا نفرانی که بهانه میکنند که ما برای هدف گذاشتن شرایط مساعد نداریم، ما میخوایم یک هدفی داشته باشیم، اون هم هدف جدی، هدفی که در حقیقت برای خود و جامعه ما نفرسان است. ولی الان ببینید ما در مهاجرت هستیم، یا الان ببینید من بیمار هستم، یا ببینید در زندگی مشکلی دارم. عزیزان این مشکلی ها را تمام نفران موفق داشتند. و کدام زندگی عالم نگاه نکنید، خواه آن عالم مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد، و کدام زندگی نامه شاعر و نویسنده و حتی اختراع کننده ها نگاه نکنید، آنها به مشکلی به دنیا نآمده بودند. یعنی به دنیا که آمدی خواه نخواه مصیبت در سر تو است، ولی باید به هدف و این مشکلی ها نگاه نکرده حرکت کرد تا اینکه به هدف خود رسید. برای همین میبینی یک نفر در قلب افریقا، در آن گرمی و در آن تخلف یا درماندگی این همه تکنولوژی به یک درجه های میرسد، و صاحب کتاب های می شود، صاحب کشفیات های می شود، صاحب علم های می شود. یک نفر دیگر را می بینی که در مرکز یابان یا در مرکز اروپا و یا امریکا به چیز صاحب نشده از دنیا می رود. یعنی مقصد و
وقتی ما گفتیم هدفمندی و حرکت به سوی اون هدفی تو، این نیست که کلی شرایط برای ما مساعد باشد حتما ما در یک شرایط خوب زندگی کرده باشیم. چه خیلی که گفتم انسان‌های موفق شاید از ما هم زندگی بدتر داشتن، ولی آنها در هدف خود استوار بودند. مسئله دیگر این است که بعضی‌ها میگویند من یک چند هدف دارم، نمیدونم برای کدامی اون کوشش کنم. یکی میخواهم شاعر باشم یا نویسنده باشم، یا میخواهم حقوق شناس باشم، یا میخواهم در یکی از ساحه‌های علم شرعی یا محدث باشم یا مفسر باشم. یعنی یک چند چیز در ذهن من دور میزند، کدام آن را من باید انتخاب کنم حیرانم. و این گونه انسان‌های حیران متاسفانه به هیچ جای نمیرسند. 10 سال از عمرش گذشت هنوزم او حیران است از کجا شروع کند. الکی از 40 گذشت دیگر باز هم او حیران است که به کدام کشور سفر کند تا اینکه برای رسیدن به اهداف خود در آنجا شرایط خوب پیدا کند. انا اینجا وقتی بین این و بین آن هدف ها متردد هستیم و نمیدونیم چی رو خونیم و چی کار کنیم، از کجا حرکت کنیم، حتما انسان به مشورت یک مشاور خوبه، اون هم نفری که موفق است در هدف های خود نیاز دارد. حتما باید فاسالوا اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. در همه مسائل است این آیت که شما می توانید اهل ذکر را، آنهایی که اهل تخصص و اهل علم هستند، از آنها بپرسید وقتی در مسئله درمانده اید. برای همین از زیادی خواهرهای هم هستند، برادران هم هستند، حتی نفرانی هستند که الکی از پی هدف خود 30 سال من بالا شد، الکی من چند سال است که این گونه حیاتم را گذرانیدم، هر روز یک نقشه جدید، هر روز یک هدف نو، ولی به هیچ چیز نرسیدم، که این خیلی خطرناک است. این گونه انسان ها چگونه که گفتم به هیچ چیز صاحب شدن نمیتوانند و زینهار که اگر در چنین حالت های تشویش قرار داریم و نمیدونیم که از کجا شروع کنیم، چگونه شروع کنیم، حتما باید از نفر مشورت گیریم. و مسئله دیگر این است که گاهی می شود که انسان، یعنی بعضی ها متاسفانه فهمیش آنها، جهان بینی آنها و عقل و عموما برداشت آنها از دنیا مثل کودکانه هست. یک هدفی را برای خود قرار می دهند، خودشان هم خوبتر می دانند که خیال بیش نیست، یا اینکه یک کاری را می خواهند بکنند و خودشان هم می دانند که ملال است، ببخشید محال است، یعنی نمی توانند به آن هدف برسند. برای همین در این مسئله، یعنی مسئله برای خود هدف قرار دادن، خیلی مهم است که عقل خود را کار برد و بدانست که چگونه می توانم، آیا من از عهده‌اش می برایم. و وقتی که تصمیم گرفتیم که نه من از عهده‌اش می برایم، حتما این کار محال نیست، من می خواهم صاحب علم شوم، من می خواهم صاحب تخصص شوم، من می خواهم در جامعه خود با این مثلا حتی عملهای خیریه مشغول شوم، من از عهده این می برایم. وقتی این گونه هدف کشید، فاذا عزمت فتوکل علی الله، حتما باید اینجا توکل به الله کرد و شروع کرد. برای اون که مشکلی در این است که خیلی ها رو میشناسیم که هدف های خوب دارن، نقشه های خوب زندگی برای آینده و حتی اگر گفتیم تنها برای خودشان باشد هم یک نقشه است که فایده آنها به عائله‌شان میرسد، ولی از این که بعد از یک هدف رو برای خود پیش گرفتن متردد می شوند، دودیله می شوند و با انسان های مشورت و مصلحت می کنند که آن انسان ها تماما ضد هدف های اینها هستند، یا از روی بخیلی، یا از روی اینکه آن انسان ها اصلا یگان فهمیش درباره هدف ندارن، میبینید که هدفهای کشیده آنها یا هدفهای پیش گرفته آنها دیگر زیر خاک می شود و هیچ کاری کرده نمیتوانند. برای همین وقتی که ما یک هدفی را برای خود قرار دادیم و گفتیم من در زندگی به همین درجه یا گفتیم به همین هدف خود میرسم، در اینجا نباید هرگز اجازه بدهیم کسی سد راه ما شود، کسی بیاید و پیش راه ما رو بگیرد. و ببینید زیادی
در قرآن کریم که من همیشه میگویم عزیزان، وقتی دستور زندگی ما قرآن شد، در تمام مسئله ها ما به مشکلی میتوانیم برای خود راه حل پیدا کنیم. وقتی الله از زندگی یوسف پیامبر صحبت میکند، میگوید در داخل سجن، در داخل زندان یوسف مردم رو دعوت میکرد و تعبیر خواب وقتی که به او پیشکش شد که خواب ما رو تعبیر کن، او گفت الان فرصت مناسب است، پیش از آن که خواب شما را تعبیر کنم من باید به شما امانت خود را برسانم که من پیامبر الله هم و شما باید به سوی پروردگارتان برگردید. و میبینید که زندان پیش راه دعوت یوسف را گرفته بود و همین گونه انسان‌های موفق را زندان هم پیش راهشان را نمیگیرند. چقدر نخبگان را میبینیم، علما را میبینیم، جوانهای را میبینیم که آنها قدرت و شجاعت و لیاقت پیشروی را دارند، ولی وقت مدت زندانی میشوند یا مدت با یگان مصیبت دیگری روبرو میشوند، از تمام هدفهای خود دست میکشند که انا این را ما گفته میتوانیم که این انسان در زندگی مغلوب شد، دیگر پیروزی نزد این انسان نمی آید، چون با آمدن یک مصیبت از بحر تمام اهداف خود برآمد. او دیگر هرگز برای پیشروی امید نکرد و خود الکی تن گرفت یا اینکه الکی خود به خود اقرار کرد که من از عهده اهداف خود نمی برایم. برای همین عزیزان وقتی هدف را برای خود گرفتید، چه خواهر، چه برادر، چه حتی مادر و پدر، حتما باید برای رسیدن به هدف خود برابر تمام مصیبت ها اولا صبر کرد و هر چی بود و بود من از هدف خود بر نمیگردم. این باید شعار شد که انا با همین گونه یعنی هدفمندی و شعارها انسان های موفق و پیش رفته بودند و توانسته بودند پیروز گردند. و چیز دیگر این است که میون زیادی اطرافیان یا شخصان را در زندگی شریک با شخصان شریک هستیم، هم صحبت هستیم، همدم و همراز هستیم که متاسفانه کاملا فکر آنها عکس فکر ماست. در اینجا به خاطر اینکه دوستانم این گونه مشورت دادن، پدر و مادر من این گونه مشورت دادن، خواهر و برادر من این گونه مشورت دادن، من باید از هدف خود برگردم، من باید این راه دیگر را برای خود انتخاب کنم. انا این گونه فکرها کاملا انسان را از پیشروی می دارد. آره، پدر و مادر حق مشورت دارند، دوستان و رفیقان حق مشورت دارند، اما چگونه پدر و مادری که خود در حیاتش موفق نگشته بود چگونه میتواند شما را موفق کند؟ دوستانی که در حیاتشان هیچ نقشه برای آینده ندارند، زندگی آنها فقط همین حیات دو روزه است، یک معرکه خوش کردن، یک توی خیلی با دبدبه گذرانیدن، یک ماشینی خیلی مدل مرسدس و دیگر سوار شدن، دیگر هیچ چیز دیده نمیتوانند. وقتی شما گفتید من چنین کتاب نوشتن میخواهم، من چنین کارخانه کردن میخواهم، من در این ساحه علم میخواهم تخصص داشته باشم، من میخواهم این گونه جمعیه داشته باشم، من میخواهم یا یگان لایحه دیگری رو برای خود پیش گیرم و از پی آن شوم، آنها به شما چی میگن؟ ایده خنده میکنن، ایده میکنن از پی زندگی خودت شو، این پولی که تو میخوای برای این صرف کنی یا برای آن صرف کنی، بهتر نیست برای خودت یک ماشین خوشرو بخری یا یک توی خیلی خوشرو گذرانی یا لباس یا چیزی دیگره. برای همین انسان های هدفمند، یعنی ما خیلی داریم جوان های بالیاقت، خواهرانی که در حقیقت آنها می توانند برای خود یک هدف قرار بدهند و آنجا برسند، اما از سبب آنکه آنها را کسی نیست که دستگیری کند یا اطرافیان آنها تا حد ببخشید عقب مانده هستند که حتی درک کردن نمی توانند مقصد از هدف این شخص چیست. این انسان وقتی به این هدفش میرسد چی فایده های به خود و به اطرافیانش می شود، این چیز را حتی درک کردن نمی توانند. انا این گونه انسان ها هدفهایشان هم دیگر مثل اون هدفهای اطرافیانشان پوچ بی‌معنی می شود. برای همین هر کسی که به او پروردگار عقل و ذهن داده است یا گفتیم فراست داده است، که حکمت و فراست هم این نعمت پروردگار است که به هر کس این چیز داده نمی شود و او می داند که او اگر برای خود
هدف قرار داد و برای رسیدن به هدف خود کوشش کرد و از عهده‌اش میبراید. هرگز با نفران بی هدف یا نفرانی که در زندگی خود هرگز هدفی نداشتند موفق هم نشده بودند، و یا انسان‌هایی که وقتی هدف میگوید خندهشان میگیرد برای آنکه آنها بجز روزی پگاه یا خوردنی های همین روزه چیزی دیگری در ذهنشان نیست، نباید با اینها مشورت کرد. این گونه انسان ها شمایان را به عقب میکشانند. انا این گونه انسان ها سبب میشوند که شما هیچ پیشروی کرده نمیتوانید. چی بسا در ما نفرانی هستند که آنها میتوانند خیلی و خیلی برای جامعه فایدهشان برسد، خیلی و خیلی برای امت اسلام فایدهشان برسد، حداقل برای عائله خود فایدهشان برسد. اما از اینکه چه خیلی که گفتم اطرافیان بی سواد دارن، اطرافیان بی هدف دارن، یا اطرافیان آنها عموما حتی برای زراعت کردن یک هدف عقلشان نمیرسد، ایشون هم عقب ماندگی میکنن. در اینجا حتما برای خود دوستان پیدا کنیم، همنشین های پیدا کنیم که آنها ما را به پیش کشانند، نه اینکه وقتی ما میخواهیم به پیش رویم آنها ما را به عقب گیرند. برای همین میبینید که وقتی به زندگی علما نگاه میکنید، چه علمای شرق و چه غرب، زیادیشان تنها هستند، یعنی در رسیدن به هدفهای خود زیادتر تنها بودند. هیچ دوست در نزد آنها همیشه نبود. در رسیدن به مقصدهای خود در احاطه دوستان خود نبودند. آره، پدرهای موفقی بودند که فرزند خود را موفق بزرگ کردند. پدرهای عالمی هستند که فرزند خود را هم عالم بزرگ کردند. پدرهای هستند که همان روش موفقتانه با موفقیتی که در زندگی داشتند و قلب فرزند خود هم جا کردند و او جانشین پدر شد. ولی دوستی که همراه بودند و موفق شدن خیلی کم هستند. برای همین مشکلی در اکثریت جوانها این است که به جای اینکه از یک نفرانی کمی سن سالشان بالا و با تجربه ما بنشینیم و از آنها برای زندگی خود، برای رسیدن به هدفهای خود مصلحت گیریم، ما با یک دوستی که هم سن و سال خودمان هست و به کرات بینش او یا نظر او به دنیا از ما کمتر است، با او مشورت میکنیم و میبینیم که به هیچ جای رسیدن نمیتوانیم. در اینجا حتما باید بدونید که از کی مشورت میگیرید. حتی پدر و مادر، بارها در این مسئله صحبت کرده بودیم که حق پدر و مادر بالای ما مسلمان ها پس از حق پروردگار میستد، ولی گاهی میشود که پدر و مادر شما متاسفانه نه از اینکه بدبختی شما را میخواهند یا دشمن شما را میخواهند، نه، از برای آنکه آنها این گونه بزرگ شدند و این گونه فهمیش دارند و این گونه طبیعت دارند، نمیتوانند برای موفق شدن شما را دستگیری کنند و یا اینکه برای شما در این جاده همیشه و گفتی خودمون تشویقچی باشن یا گفتیم همیشه بلیرچیکی کنن. در این وقت نباید، نه پدرم این چونین نقشه دارد من باید این گونه باشم. یعنی یک جوانی که چه دختر است چه پسر باشد، او استعداد خوبی دانش آموزی دارد، ذهن او از دیگرها فرق میکند. اگر او در کدام ساحه پیشروی خواهد کنم گوید، هم او میتواند. یکی پدرش میگوید نه تو باید تاجر باشی مثل من، نه تو باید مثل من مردکار باشی، نه تو باید دهقان باشی، در حالی که آن جوان با اون فراستی که پروردگار به او داده است هزارها بار پیشتر رفته میتواند. در اینجا نباید گفت نه پدر هرچی گفت پدر راضی، خدا راضی، من هرچی گوید او. نه، در اینجا شما از پی هدف خود شوید، اما با پدر هم در این رابطه حتما شاید با کمک دیگران، شاید با مشورت و مصلحت دیگران بفهمانید که پدر جان اگر تو تاجر هستی حتمی نیست که من تاجر باشم، اگر تو مردی کار هستی فرض نیست که من هم همراه تو مردی کار باشم. شاید من در جاده دیگری علمی یا اینکه یکی از شاخه های دیگری موفقیت میتوانم پیش روم که در اینجا نباید به خاطر رضاگی پدر وقتی میدانی که از پی یک هدف بزرگ یا از پی یک موفقیت بزرگ تو میروی و اون رو هم صاحب میشوی، گفتیم نه هرچی او میگوید این رو بکنم. که متاسفانه انسان هایی که در زندگی خود، یعنی و این چیز خیلی انسان درد میکشد، وقتی میبینی که مادر به خاطر اون که
دخترک تمام عمرش در ذهن او هدف فقط شوهر کردن و فرزنددار شدن بود، تمام عمر به دخترک خود یاد می‌دهد که تو مادر میشوی، تو زن میشوی، تو باید از پی خانه و در و پرده و دسترخوانت باشی. در حالی که یک مادر برابر مادر بودنش، برابر زن بودنش، برابر اینکه او عروس خانه است، در دیگر مسئله ها میتواند پیشروی کند. او میتواند صاحب هنر دیگری باشد، او میتواند صاحب علم باشد. اگر در بیرون کار نکند هم بعضی کاملا سخن بنده رو خطا میفهمند، میگن مقصد شما این است که همه زنها برآمده در کوچه کار کنند. عموما مقصد بنده این نیست. گاهی می شود که زنها حتما باید کار کنند در کارهایی که برای زنها در آنجا مناسب است. اما یک زنی باسواد، یک دختر شما اگر باسواد بزرگ شد، حداقل در خانه خود همراه همسر و همراه فرزند و همراه خویش و تبار همسر خود او میتواند درست مراسا کند، او میتواند درست مناسبت کند. برعکس دخترکانی که تماما بیسواد هستند و عموما بعد از کتاب نگرفتن و آنها چگونه مناسبت با مردم را نمیدانند. برای همین اینجا وقتی گفتیم نه هدف تو مادر شدن هست، اما هدف از تولد کردن به کودک باشد. ببخشید، حیوان هم به دنیا کودک می آورد. هدف تربیتی درست کردن کودک است که از یک نفرانی که عموما در زندگی هدف ندارند. هدف یک زن مسلمان این باشد که همین هفته من یک لباس خوشرو بپوشم، یا ماهی آینده یک معرکه خوشرو گذرانم، یا اینکه برای اینکه خویش و تبار شوهرم خیلی درد کشد به آنها یگان کلمه آماده کنم، یگان کار آماده کنم که یکی ببینند و آنها خیلی علم کند. یعنی این گونه هدف ها، چگونه فرزند را با این گونه هدف ها یک زن میتواند بزرگ کند. برای همین اینجا پدر و مادرانی که خود در زندگی هدف نداشتند، یا اینکه هدف های خیلی که گفتیم پوچ و بی معنی داشتن، متاسفانه فرزند خود را هم این گونه بزرگ میکنند. در اینجا باید فرزند عاقل باشد. علل خصوص پس از 16-17 سالگی باید جوان ها عقل خود را کار دهند که آیا از پدر و مادر خود در مسئله رسیدن به هدف ما مشورت گرفته میتوانیم، یا اینکه اینها بینش اینها یا عموما نقطه نظر اینها به دنیا و به هدف گذاری چیزی دیگر است. ما باید از پی استاد دیگری، از پی مشاور دیگر باشیم. و اینجا مسئله دیگری که هست امروز، خیلی در جوانهای ما، خیلی در مهاجران ما، خیلی در خواهران ما مسئله بیماری بی هدفی هست. و چگونه که در شروع برنامه گفتم، متاسفانه زیادی بی هدفی سبب اساسیش آشفتگی است. یعنی انسان وقتی که عموما آشفته حال است و مصیبت کشیده است و خیلی در غرق غم و اندوه است، اون نمیتواند برای خود یک هدف قرار بدهد. و وقتی ذهنی تو خیلی مشغول است، دیگر تو حتی عموما در فکرهای خود هم تمرکز کردن نمیتوانی و عقل خودت رو هم کنترل کردن نمیتوانی. برای همین، برای اینکه شما باید حتما صاحب هدف باشید، اینجا مسئله این است که باید آرام باشیم و در حالت آشفتگی، در حالت غم و اندوه، تا اینکه آرام نشدیم هرگز به یگان قرار نآییم. و بسیاری از جوانهای ما امروز میپرسید هدف شما از زندگی چیست؟ یک خواهر رو میپرسی صاحب 4-5 فرزند است، شما هدفتان چیست؟ هدفم این است که فرزندهای من بزرگ شوند. آنها خواه و ناخواه بزرگ میشوند. طبیعت انسان این است که به دنیا آمد او بزرگ میشود. طفل است و جوان است و بعد از این میانه سال و پیر و زیر خواب. یعنی وقتی گفتی فرزندان من بزرگ شود، خواه و ناخواه آنها بزرگ میشوند. برای فرزندها اگر برای خود هدف نکاشتیم، نداشتیم، باید برای فرزندهای خود هدف کشیدن را یاد دهیم که تو فرزندی من به دنیا آمدی، نه اینکه فقط خوری و نوشی و پوشی و دیگر خرسندی کرده روی. تو باید صاحب هدف باشی و برای رسیدن به هدفهای خود همیشه در کوشش باشی. و اینجا انسانهای بی هدف، انسان‌هایی که هدف ندارن یا گفتیم هدف‌های کوچک دارن، از اینها چی انتظار شده می شود؟ جامعه‌ای که اکثریت در آنجا هدف ندارن، جامعه‌ای که مردم الکی عموما با هدف‌های کوچک زندگی دارن، آن جامعه هرگز پیشرفته نمی‌تواند. و عجیبش این است که وقتی به قرآن نگاه میکنیم، الله وقتی در سوره عصر میگوید والعصر قسم به عصر و به زمان، تا شما بدانید که زمان خیلی زود گذر است، در دوامش میگوید تمام شما در زیان هستید، در خسارت هستید، در نابودی هستید، مگر
الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اونهایی که ایمان آوردن. فقط با ایمان آوردن کافی نبود. فقط من ایمان آوردم گویان نماز خوانده در خانه ننشستن. عملهای صالح کردن. عملهای صالح، کمک به مردم عمل صالح هست. دستگیری همدیگر عمل صالح هست. صدا برابری ظلم عمل صالح هست. همدیگر را در همه حالت ها مسلمان ها را کمک کردن عمل صالح هست. اما در دوامش و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یکدیگر را به حق و حقیقت و یکدیگر را در راه حق صبر کردن دعوت کردن. یعنی هدفی تو همچون مسلمان وقتی به دنیا آمدی اول شده این نیست که من مسلمان هستم گوری من جدا، من هرگز به خطای دیگران جواب میدهم. نه، یه هدفی تو هم این باشد که تو برای اصلاح اطرافیانت، برای اینکه دیگران رو هم نجات دهی در کوشش باشی. و وقتی یک جوانی که عموما در این مسئله یگان فکر ندارد و برای او بجز خودش، حتی انسان‌هایی هستند که میگن وقتی فرزند بزرگ شد یا اینکه فرزندی من تقدیرش به دست الله است و ما عادت کردیم اکثریت تنبلی های خود را، اکثریت ناموفقیت های خود را بالای گردن سرنوشت کنیم. کوشش نداریم، تنبل هستیم، حرکت کردن نمیخواهیم، حتی برای هدف درست ماندن ذهن ما برای ما کمک نمیکند و برای پرسیدن از یک نفران موفق که ما هم چی کار کنیم تا که پیش رویم، تکبر ما به ما اجازه نمیدهد. اینجا میگویم اینجا گناه تقدیر و سرنوشت است. این سرنوشت بود که بالای من این تنبلی را آورد و اگر سرنوشت این گونه کار خودش را کرد فرزندان من هم این گونه بزرگ میشوند. اینجا من باید فقط در خانه انتظار معجزه باشم که یک تقدیر این طرف میگردد و فردا من یک انسان موفق از خواب بیدار میشوم. یعنی این گونه انسان هایی که همیشه سرنوشت را متهم میکنند هم کم نیستند. عزیزان، خیلی مسئله ها هست که آره به دست تقدیر پروردگار است، مثل مرگ و زندگی، مثل در کدام عائله تولد شدن شما، مثل اینکه شاید فردا یک بیماری جدی به شما رخ بدهد که شما تماما بیخبر و ناخودآگاه میگویم تقدیر است و صبر میکنم. اما در مسئله پیش رفتن، در مسئله طلب علم کردن، در مسئله موفق گشتن و به جامعه کمک کردن، به خواهر و برادرت کمک کردن، در عائله‌ات موفق بودن و ضررت حداقل به عائله خودت نرسیدن، این رو نمیتوانیم بالای گردن سرنوشت بار کنیم و گویم ببخشید بد اخلاقی و تنبلی و عقب ماندگی من همش از سرنوشت است که اینجا کاملا متهمی، کاملا تهمت و کاملا عموما یک فکری هست که انسانی با عقل نمیتواند این گونه سرنوشت رو در اینجا متهم کرد. برای همین انسان هایی که پیشروی کردن نمیتوانند اولا سببشون این است که ایشون هدف ندارند یا هدفی آنها هدفهایی نیست که ایشون را به پیش میبرد. هدفهایی هست که برای همین روز است، برای آینده نیست و بعضا می شود که تا 10 سال تا 20 سال تا 30 سال برای رسیدن به هدف خود انسان کوشش میکند اما بالاخره آن را به دست می آورد. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم کاملا بعد از 23 سال آن همه دوتاز دیگر جزیره را فتح کردند. دیگر مسلمان ها افواج یا گروه به شریعت در آمدند و اینچنین علما رو میبینید که در مدت 16 سال یک صاحب یک کتاب میشوند، در مدت 50 سال صاحب یک مکتب یا دانشگاهی بزرگ میشوند. انسان هایی را میبینید که عمر خود را شاید میدهند اما هدف های آنها ارزش دادن عمر را دارد. برای همین وقتی میگویم من هدف میکشم و برای به هدف رسیدن کوشش میکنم، زینهار که هدفهای ما هدفهای ارزنده باشند که مبادای از پی خودنمایی، از پی صاحب خانه شدن تا آخر عمرم من صاحب یک قصر میشوم و صاحب قصر شدی یک روز در آنجا زندگی نکرده از دنیا میروی که پس از چند سال خاک و تراب میشود. این گونه هدفهای پوچ نباشد و باید هدفهای ما هدفی باشد که پس از مرگ ما هم که روح نمیمیرد، روح همیشه زنده میماند در عالم برزخ، سپس با جسم یگانه در جنت میگردد باذن الله. اینجا
روح ما از آن فایده بگیرد، فرزندان ما فخر بکنند، جامعه بگوید که چی بسا انسانی بود که عمر خود را برای رسیدن به هدف خود گذاشت و عمرش را کاملا سپری کرد، اما برای ما یک گنجینه گذاشت، یا گفتیم برای ما یک کار کرد که دیگر ما سالها، شاید 100 ساله و 1000 ساله ها از آن فایده میگیریم. برای همین اینجا عزیزان، در زندگی که همیشه میگیم خیلی کوتاه هست، باید با هدف باشید. اون هم هدف هایی که شما میدانید که هدف برای شما، برای اطرافیان پس از مرگتان هم از آن هدف شما دیگران استفاده میکنند. و برای با این گونه هدف ها رسیدن، اول باید بدونید که شما چیکار کرده میتوانید، لیاقت شما، عموما برداشت قدرتی شما، ذهن شما، جسم شما، مکان شما در کجا هستید و کدام از این هدف ها زیادتر مساعدت میکند. و این چنین حتما باید نفرانی رو پیدا کنیم که در رسیدن به هدف ها موفق شدن تا که از تجربه آنها هم استفاده کنیم. این بود برنامه امروزه من. با امید اون که پس از این برنامه ها یک شما صاحب هدف های باشید، هدف های فوق‌العاده که با آن هدف ها هم خود عزیز می گردید، هم به دیگران فایده می رسانید و این چنین فرزندان یک ما فرزندان بی هدف بزرگ نشوند، فرزندان باشند که با هدف و در رسیدن به هدف خود صبور و این چنین فرزندهایی که در حقیقت با شجاعت و با قوت بتوانند به هدف های خود برسند. شما را به الله یگانه می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.